روشنفکر یا اون نادانی که فرق انتقاد نیچه از غرب با انتقاد ابوبکر بغدادی با غرب رو نمیفهمه، روشنفکر باید بره بمیره، باید بره سرش بذاره زیر گل. مگه نقد رومانتیستای آلمانی از غرب نقد بنیادگرایی اسلامیه؟ مگه نقد کیرکگور تمدن غرب نقد بن لادنه؟ مگه نقد هایدگر، نئومارکسیست ها، نقد پست مدرن ها، نقد فوکو که میگه سوبژه مدرن یک سوبژه دروغین و مجعوله، نقد آخوندهای بی سواد ماست. در یک چنین فضایی اون آخوند نادونی که فکر میکنه با مسئله حجاب داره خدمت به دین میکنه، ولی به قول مولانا خواجه پندارد عبادت میکنه، بی خبر از معصیت جان میکنه. فقط در مورد آخوند نادون که صادق نیست، در مورد ما هم صادق. خیلی از ماها فکر میکنیم داریم بر علیه استبداد مبارزه میکنیم، بر علیه خریت جمهوری اسلامی، ولی واقعا خود ما هم بخش از بحرانی. دیگران زیر سوال بردن کاری نداره. خود ما کجای داستانی؟